سلام و خسته نباشید عرض میکنم خدمت دوستان. امروز میخوام واسهتون کارکرد رله 5 پایه رو آموزش بدم. همینطوری که میبینی این رله 5 پایه داره، 2 تا پایش که واسه تحریک هست. این 2 تا پایه واسه تحریک هستند، یعنی یه منفی مثبت 12 بهشون میدیم. و این 2 تا پایه هم که واسه اتصالاتن، این طرف ورودی اون طرف خروجی. خب بریم کارو عملی تست کنیم. وقتی به این 2 تا پایه منفی مثبتش به تحریکش 12 ولت رو وصل میکنیم، رله تحریک میشه. کاربرد رله اینطوریه که جریان‌های ضعیف باعث عبور جریان‌های قوی بشن. شاید از یه سیم نیم آمپر نمیتونیم از یه کلید نیم آمپر عبور بدیم، ولی با کمک رله و کلید میتوانیم 15-20 آمپر عبور بدیم. خب یه تست دیگه هم تست بازل هست. الان این تا پایه ورودی خروجی به هم متصل نیستن، ولی وقتی رله رو تحریک میکنیم به هم متصل میشن. این 2 تا پایه هم که این و این یکی وسطی، وقتی رله خاموشه به هم عبور میدن، ولی وقتی رله روشن میشه دیگه به هم عبور نمیدن. پای اولی و آخری به هم عبور میدن. خب بریم با یه نئون تستش کنیم. منفی نئون رو که مستقیم میدیم، این از منفی نئون، اینم از مثبتش که میخوره به این پایه. من بعد تغذیه‌مونم روشن کنیم. خب اینم مثبت نئون که میخوره به این پایه. در قدم اول هیچ اتفاقی نمیفته، ولی وقتی رله تحریک میشه نئون روشن میشه، همینطوری که میبینید. خب خسته نباشید. برای حمایت حسابمون رو سابسکرایب کنید. خیلی ممنون.